استوپریون، اونه که از سمت چپ تصویر ما با لباس های سفید است. این قوزمایی را رمزیدین سعیدوف داور درجه المپی از ازبکستان داوری میکند. کامرانشاه استوپریون در برابر کوچمنلی ورزشگر 25 ساله از اسرائیل قرار میگیرد. گرفتن همون کمیکات یا مبارزه برای دریافت موقع موافق برای پرتاب کردن حریف یا فنون پرتابی و راه گریز جستن از اصول حریف. لحظه اول هجوم دروغین یا همان حرکات دروغین و تعبیر رمزیدین هست که کامرانشاه یک شیدا میگیرد و ببینیم در ادامه چی خواهد کرد کامرانشاه. کامرانشاه استوپریون 2 کرات قهرمان آسیا در کارنامه‌اش در رشته جودو و همچنین 3 مرتبه برنده نشانی برنجی نشانی طلا هست از فصل‌های جودوی جهان، مخصوصا از گرند پری ها. نشانی برنجی هم در کارنامه‌اش دارد، ولی 3 مرتبه در کارنامه‌اش نشانی طلا از گرند پری ها دارد که این هم دستاورد شایان تحسین است. مربی کامرانشاه آن ایرانی به نام واحد از کنار مصلحت میدهد به کامرانشاه. سه نشان طلا، 2 نقره و 3 برنجی از گرند پری دارد کامرانشاه، ولی 21 مرتبه در گرند سلم اشتراک کرده است. از گرند سلم هنوز دستاورد ندارد و جز از زینه 5. فعلا شانس دارد، امکان دارد تا برای به دست آوردن اولین نشانش از گرند سلم ها تلاش کند. موقع قپیدن خوب از سمت پشت حریف، اصول پایزنی و ببینید به چه شکل اجرا میکند یک فنون زیبای سراپا را، ولی حریف چندان موافق نمیافتد. رقابت ادامه خواهد داشت. داور در مورد جابجا گذاری لباس ها قضاوت میکند و کامرانشاه استوپریون برای رسیدن به مرحله 4 نهایی باید از صد راهی همین حریفش گذرد. کامرانشاه در آخرین حضورش در رقابت‌های گشتین ملی برای به دست آوردن جام پایتخت در سال 2021 موقع 3 را اشغال کرد. اجرای فن میکند با همون حرکات یا فنون معمولی و پسندیده خود و همچنین پایزنی و بار دیگر با زانو زدن و اجرای اصول. کامرانشاه استوپریون برای پرتاب کردن حریف خیلی نزدیک می شود. داور مرکز در چه مورد قضاوت میکند؟ مربی ورزشگر اسرائیلی را آگاهی می دهد که صدای او بیشتر بلند می شود. سمتی راست را اختیار کرده بود و با یک منصوبه زیبا به سمت چپ میخواست اجرای اصول کند کامرانشاه. و پایزنی میکند برای تعادل حریف را برهم زدن و زیدی حمله و بار دیگر کامرانشاه خود را و بالای توشک یا تتمی میپرتاید. این اگر باعث گرفتن دومین شیدا نشود و خیر خواهد بود. نمیک شود دومین شیدا و به همین ترتیب کامرانشاه ادامه خواهد داد. ادامه میدهد در برابر همین ورزشگر 25 ساله. کامرانشاه ورزشگر 28 ساله تاجیک، یکی از پر افتخارترین ورزشگرانی که در رقابت‌های جهانی در رشته جودو دستاورد دارد. ببینیم همون قدرت و توان
و اوجی هنر و استعدادش اگر در صحنه رقابت‌ها باشد او را در مرحله‌های بعدی هم با هم تماشا خواهیم کرد. 4 دقیقه مبارزه در وقت معمولی یا وقت اساسی به نتیجه. یادآور میشیم که کامرانشاه استوپیریان به همین ورزشگری از کشور اسرائیل هنوز سال 2017 هم در گرندسلم توکیو واخورده بود و کامرانشاه با همین ورزشگر حدود 9 دقیقه رقابت کرده بود و بالاخره با آن سببی که به حریف او 3 شیدو دادن کامرانشاه پیروز شد، ولی این افتیش بر سودی کوچمن-لی بود. کوچمن-لی یک حرکات کرد که مسافه یا مسافه خود را نزدیک کرد به کامرانشاه و تعادل کامرانشاه یکم برهم زده شد و با یک فشار آوردن نتیجه را برآورد. اکنون کوچمن-لی نتیجه پیروزی ها را 1-1 میکند و کامرانشاه استوپیریان از دور رقابت های گرندسلم تیفلیس نیز حذف می شود.